وقتی آخر سختی جان دید، گفت ای پروردگار عرش مجید، سختی جان اگر چنین باشد، امتانم مطیق این باشد. سختی جان امتان من، بگذار جمله را به جان من. ای خدای مهربان، این سختی، این قدر سختی ها مرگ که داشته باشد که من چشیدم، الله مهربان همه سختی های جان امت من در جان من بگذار این سختی ها را من تحمل کنم. ما برادرای عزیز این خیل پیغمبری داریم که تمام حتی غم جان خوردن ما را میخورد. تمام آن مشکلات و مصیبتی که در دنیا و آخرت داریم، حضرت هم برابر ما او سختی ها را میچشد. زین لحاظ به قدر این پیغمبر نازنین رسیدن در لایکی